5 بمب نقل و انتقالاتی پرسپولیس در اردیبهشت 404. سلام به همراهان همیشگی سوت آخر. اگه پرسپولیسی هستی یا حتی فقط فوتبال دوستی، حتما خبر خریدهای داغ پرسپولیس تو اردیبهشت 404 به گوشت خورده. قرمزها که فصل رو با دست خالی تموم کردن، حالا دارن برای جبران می‌جنگن. بیایید با هم بریم سراغ بررسی دقیق 5 خرید جدید پرسپولیس، از دروازه‌بان ملی پوش تا وینگر سرعتی آفریقایی. خرید شماره 1، پیام نیازمند. پرسپولیس بعد از افت بیرانوند دنبال یه سنگربان مطمئن میگشت. پیام نیازمند با سابقه بازی تو سپاهان و تجربه بین‌المللی تو پرتغال، گزینه‌ایه که میتونه خیال قرمزها رو از دروازه راحت کنه. واکنش‌های سریع، تمرکز بالا و بازی با پا از ویژگی‌های برجسته پیامه. این انتقال میتونه خط دفاع پرسپولیس رو دوباره امن کنه. خرید شماره 2، رضا شکاری، طراح خلاق و شوت‌زن. شکاری که از سالها قبل به عنوان پدیده معرفی شده بود، حالا در اوج پختگی پیراهن پرسپولیس رو به تن کرده. او سابقه بازی در لیگ روسیه رو داره و در لیگ ایران هم برای گلگهر تراکتور و سپاهان درخشیده. پاس‌های عمقی، شوت‌های ناگهانی و توانایی در بازی سازی شکاری رو به یک تهدید دائمی برای حریفان تبدیل می‌کنه. خرید شماره 3، تیوی بیفوما رو خیلی با سرعتش میشناسن. بازیکنی که قبلا هم سابقه بازی در لیگ ایران رو داشت و حالا با هدفی جدید برگشته. او سابقه حضور در تیم‌های مثل اسپانیول و لوانته رو داره و میتونه به عنوان وینگر یا مهاجم دوم بازی کنه. حضور بیفوما برای قرمزها یعنی قدرت بیشتر در ضد حمله و عمق دادن به خط حمله. خرید شماره 4، محمد امین کاظمیان یکی از ستاره‌های شمس آذر بود که حالا راهی پرسپولیس شده. او هافبکی جنگنده است که بازی در پست هافبک دفاعی و مرکزی رو به خوبی بلده. نظم، دوندگی، قدرت توپگیری و روحیه جنگندگی از ویژگی‌هایی هست که کارتال میتونن رو اون حساب ویژه باز کنن. خرید شماره 5، مجتبی فخریان، مدافع آینده‌دار. فخریان هم از شمس آذر اومده، با قد و قامت مناسب برای دفاع وسط و قدرت در نبردهای هوایی. پرسپولیس مدت هاست به دنبال جانشینی برای سید جلال حسینی در خط دفاع و شاید فخریان بتونه با کار و تلاش جایگاه محکمی برای خودش بسازه. او با بازیخوانی خوب و تمرکز بالا یکی از گزینه‌های آینده‌دار دفاع قرمز هاست. پرسپولیس با این خریدان نشون داده دنبال تحول جدیدیه، ترکیبی از تجربه، سرعت، خلاقیت و جوانی، اما همه چیز به هماهنگی مربی و بازیکن‌ها برمیگرده. به نظر شما این 5 خرید میتونن پرسپولیس رو دوباره به اوج برگردونن؟ نظرتون رو تو کامنت ها واسمون بنویسید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره.